آمده است که مرد زمانی که زنش حامله باشد، یعنی زنک در حالت حاملگی قرار داشته باشد، آیا از نگاه دین با او همخوابگی اجازت هست یا نه؟ یا آیا در شریعت معین شده است که در کدام ماها، مثال در تا چند ماهگی یا روزهای در شریعت هست که مقصد همخوابگی روزی دوشنبه باشد یا سه شنبه باشد؟ آیا اینها مقصد در نگاه دین چی گفتگی هست؟ برادران عزیز و گرامی، البته قانون زن و شوهری این قانون الله است. الله مهربان زن را برای مرد و مرد را برای زن آفرید و زمانی که اینها نکاح میکنند و با یکدیگر وقتی همخوابه میشوند، پیامبر گرامی گفتند که چگونه ای که انسان با زن بیگانه وقتی که همخوابه می شود و در عوض همخوابگیش گناهگار می شود، یعنی معصیت را انجام می دهد، همچنان انسانی که اگر با زن حلالی خود، با زن نکاحی خود وقتی همخوابه می شود، در هر همخوابگیش از نزد الله مهربان ثواب میگیرد، اجر میگیرد، پاداش میگیرد. از این لحاظ یعنی همخوابگی با زن نکاحی خود عبارت از ثواب بوده است، عبارت از اجر بوده است. و بعد همخوابگی بینیم که الله مهربان چه قدرت‌هایی دارد. گفتی شیخ سعدی دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب چونین صورتگری. از همون یک آبی که از مرد جدا می شود و از زن جدا می شود، الله مهربان چی انسانهای زیبایی را می آفرد که هیچ کسی میگه بجز الله از آب انسان آفریده نمی تواند. و امروز زیبایی دنیا را که ببینیم، این از حضور انسان و از رفت آمد انسان است. ولی در یک مسجد خالی در این مسجد خالی باشد و تمام رنگ و زیبایی را داشته باشد، لیکن در درونش هیچ کس نباشد، این نه چندان برای شما برادر عزیز گویم لذت میبخشد. لیکن وقتی که میبینی درون مسجد مردم صف کشیده و قطار قطار نشسته و همه آماده عبادتن، چقدر در اون مسجد یک زیبایی است. یعنی زیبایی عالم هم برادر عزیز از پوری فرزند آدم است که الله مهربان او را از همخوابگی و از جدا شدن آب از مرد و زن الله پیدا میکند. از این لحاظ برای همخوابگی اولا برادران عزیز روزی معین نیست. یعنی بعضی کتاب هایی که میگد روز دوشنبه و روز چهارشنبه و روز جمعه، برادران عزیز اکن الله رحمتشون کند، من حق هیچ یک کتاب نویس تحقیر و توهین و ایرادگیری ندارم. من همین عادت در خودم دارم که کسی چیزی گوید نگوید، من مقصد در نسبت او یگان سخنی بگیم وای بی سواد بود، وای بی علم بود، وای نادرست گفت. الله مهربان همین خیل طبیعت دادیم که نمیخوام که یک کسب همین خیل با در نسبتش مراجعت کنم. برای همین الله رحمتشون کند، همونها هم یگان علم در ذهنشون داشتن که همین سخنها را گفتن. ولی برادران عزیز
از دیدگی من، از مراجعت من بر کتاب همین است که همخوابگی روز ندارد. هر زمانی که اگر مقصد مرد خواهشش باشد یا زن خواهشش باشد فرقی ندارد، وای شبای وای روزای وای مقصد اولی آفتاب برآمدای نبر آمدای، او بین عصر بین شامای، بین او هوا باریدستای هوا نباریدستای، هوا ابرای ابر نیستای. خلاص اینها برادرای عزیز با این روز و با این وقت همخوابگی یگان ربطی ندارد. از این لحاظ فقط همخوابگی برای هر کدام ما و شما معلوم است که زمانی که زن عادت ماهانه داشته باشد، یعنی حیض میگیم، یا در نفاس که بعد فرزند تولد شدن که از زنها البته تا یک مدت معین خون می رود، این حالت ها حالت های منع همخوابگی است. دیگر در غیر این برادران عزیز و گرامی گفتم هر زمانی که اگر باشد خواهش باشد و وقت گوییم یا همون لحظه امکانیت یگان گناهی ندارد. حتی برادرای عزیز شما بینید که تا جای پیامبر گرامی در حدیث ها اشاره کردند که اگر زن در حالت نامپذیر باشد یا اگر زن در بالای اشتر سوار باشد، اگر مرد خواهشی گوییم که همخوابگی کند، در همین حالت ها هم باید زن هیچگاه مقصد سخن مرد رد نکند. اگر عکسش هم باشد، اگر زنم از مرد طلب کند یا زنم اگر دست درازی کند خواهش داشته باشد، باید خواهشی زنم رد نشود. البته در این همخوابگی برادران عزیز اگر یک طرف اگر لذت شهوانی هم باشد، پهلوی دیگرش لذت های زندگی هم در داخل این هست، لذت های یک دیگر فهمی هم هست، تقویت زندگی هم هست. و چه حکمت هایی دارد که حتی زمانی که مردهایی که اگر در خانه کامی دلشان برآورده میشن، بیرون دیگر در زن مردم نظری بگیم به شهوت نمیکنند. خلاص برادران و خواهران عزیز، روز ندارد، ماه ندارد. من چگونه که پیشتر برای شما مثال گفته گذاشتم، در حالت حاملگی هم همین است. نابسته و چند ماهی هست نیست، زمانی که اگر خواهشاشون باشد یگان مانگی از جهت دین نیست. اگر به شرطی که از نگاه طبی اگر طبیب هایی باشند که گویند در همین لحظه مقصد ممکن نیست، راستی من که چیزی را که علمش ندارم گمان میکنم که وقتی که شریعت اجازت داده باشد، همین طبیب های ما هم در اطراف همین تا این روز من نشنیدم، راستی طبیب ها هم شاید در همین چیز در حالت هم که کنن که یعنی یگان مشکلات ندارن. برای اگر جهت طبی زیان می داشت شریعتی را معین میکرد که مقصد همخوابگی تا فلان ماه باقی شما همخوابگی نکنید، زیرا شریعت از همه جهت بیان میکند، هم جهت سلامتی ما نگاه میکند، هم گوییم جهت های دیگر هم در هر یک فتوای شریعت همه اینها به نظر گرفته شده. الله که بر بندش مهربان است، هیچ وقت مقصد به زیان بنده یگان آیت و یگان حدیث نه آمده است. از این لحاظ خواهرها و برادرای عزیز اجازت است هر زمانی که اگر خواهشاشون باشد میتونند. همینجا یک برادرمون آلی از دنیا گذشتن
خدا رحمتشون کنه، بسیار جوانمرد خوب بودن. یک بار خانهش مهمان شدیم، بعد یک شوخی کردن، اکن جای شوخی آمد، یک شوخی کردن. گفتن شب شد، گفت بعد айзанак خواستم که همخوابگی کنیم. بعد میکرد زنم گفت که انا اخی هوا را بی، مقصد هوا را بی، هوا اینقدر خنکای، هوا اینقدر باریده سای، هوا ابرای. بعد این برادر ما خدا رحمتشون کنه میگه گفتم آخر این همخوابگی ما با هوای باریدن و هوای خنک چیکار داره؟ آخه من لچک نباشم که هوا را نگاه کنم. گفته و همین گپ میزد و میخندید. الله رحمتشون کنه که جای گپ آمد، برادرها و خواهرای عزیز همین سخن همون مرد گفته بود، یکی در ذهنم آمد، برای یک وقت خوش شدن این سخن من گفتم. خلاص چیزی را که بیان کردم همون است، یعنی این روز ساعت و وقت ندارد.